اما حالا نگاهی کنیم به یک مستند کوتاهی به نام گود مقدس، کار خوبی از هجیر داریوش با گفتار و نوشته بهمن فرسی در مورد ورزش باستانیه. موسیقی این مستند از لوریس چکناواریانه که ازتون دعوت میکنم با هم قسمتش رو ببینیم. زمان حال تهران و همان داستان و نیز داستان فاصله ها، دیروز، امروز، فردا. تنی از سرآمدان طریقتی دیرین و طریقت هرچند در بوته قرون صورتها بر خود نهاد، اما بر نهاد باستانی خیش استوار بماند. زورخانه، نامی گستاخ و آسان. بدینجا گودی واژگون با میانداری پنهان. و این گود کشتگاه پهلوانان. مردان میان و کنار، داستانی قدیم و آشنا. و مردان از نخست میان گود را برگزیدند و زمانی دراز باید تا در قلمرو گود نورسیده‌ای پهلوان و پهلوانی استاد و از میان استادان یک تن پهلوان سالار گردد. پهلوان کمالی قمی، واپسین دلاور دوره پهلوان سالاران. و تندیس شیران را بر گور پهلوانان نهادند و تصویر شیر را به نشان قومیت برگزیدند. مدخل فروغامت است تا چشم پاس خاک فرو مگذارد، تا در کار تناوری فروتنی استوار بماند، تا مردان عنان غرور از کف نشنی روان را به سرور افراشتگی تن نفروشند. و چنین است که نامها بر لوح دلاوران می نشیند و تصویرها جاودان می شود و حقیقت و افسانه می آمیزد و یاد دیرینگان به مانند سرمشقی دشوار مردان را به آغاز کار لب فرو می بندد و ستایش را در نگاه ها می رویاند. و اینک آغاز، شنا و باقر مهدیه، نامی آشنا. یا الله یا الله یا مولا یا الله ای والله یا الله بزرگ یا الله ابراهیم یا الله یا مولا یا الله علی جون یا الله یا مولا و سرآغاز کار به تاریخ با 7مین سده میلاد بود. تجاوز بود و اشغال و بیگانگان و شکست و نظامیگری بر قوم ما حرام شد تا دشمن آسوده بیارامد. کار پنهان آغاز گرفت و زورخانه به مثابه پروردگاه جنگاوران نجات در زیر زمین برپا گردید و گود، این میدان تنگ فرونشسته،
جز نشان دشواری های کار پنهان در آن روزگار نیست.